گره کمر دوبل داخل پرانتز مجموعی کش. یکی دیگه از جاهایی که ما امروز بهش سر میزنیم یه آموزشگاه دریانوردی. ما تقریبا نزدیک شدیم به آموزشگاه دریانوردی. چون باید تصمیمی درست بگیری. مثلا ببین نوشته جاسک تو دوبای. اوکی. به هیچ وجه عمق از این کمتر نمیشه. آموزشگاه دریانوردی جاییه که کسایی که هم دریانوردن هم دریانورد میخوان بشن هر چقدر محکم بکشی نگاه الان باز نمیشه. خب ولی میخوای که راحت باز بشه نگاه وارد اینجا میشن کسایی که دریانوردی کردن قبلا. من میدونم که شما افسر اول کشتی هستید. بله. برای ارتقاء سطح خودشون در کشتی رفتیم کار کردیم، دریا رو کشتی کار کردیم، الان اومدیم دوره که درجه‌مون بره بالاتر. و کسایی که تازه میخوان شروع میکنن برای اینکه وارد این شغل بشن، وارد این آموزشگاه بشن. اومدیم اینجا برای ملوانی آموزش ببینیم. حالا امیدوارم که این برنامه ما بهانه‌ای بشه برای اینکه مردم بیشتر آشنا بشن، مخصوصا نوجوانایی که تازه میخوان کار خودشون شروع بکنن یا شغل خودشون رو انتخاب بکنن. دیگه کشتی تحویل توه دیگه، انگار جون تمام بچه‌ها دستتونه. بهش میگن ادمیرالتی تاید آف تیبل. یعنی چی؟ کتاب جزر و مد. بعد از آشنایی با این شغل و مراحل اصلا وارد شدن بهش، چند ساحلی دریا بله زندگی پیوند خورد. بله به ناچار دیگر دریانورد دیگه بله. زیبایی‌ها و سختی‌هاش و سخت‌ترین لحظه یک دریانورد مسلماً دور شدن و قطع شدن آنتن موبایل. من راستش دریانوردی از بچگی علاقه داشتم، چون کوچیک که بودیم خونمون نزدیک ساحل بود. بتونن وارد این شغل بشن. تمام آموزشگاه‌های کشور که مسئول آموزش دریانوردان هستن زیر نظر سازمان بنادر دریانوردی کار میکنن. یکی از اون آموزشگاه اینجاست. Take over the wheel, heading 100 kilometers. Okay. خب اینجا آموزشگاهی که راجبش حرف زدم. دستتون دارن نکنم پروتکل اینجا رعایت میشه. سلام علیکم. من مسافری مدیر مجموعه هستم. در واقع با فرایند کار بر روی دریا به طور کلی آشنا میشن. فکر می‌کنم گره‌های دریاییه. حالا اینا هم توی کلاس آموزش داده میشه. بله تو کلاس‌های ملوانی و تو مهارت در فنون عرشه. گره کمر به موقع به این صورت این حلقه‌ای که درست کردم تناب از زیر رد میکنم، زیر تناب میارم داخل خود حلقه رد میکنم. این شد یه چشمی موقت. خیلی جالبه که این همه گره وجود داره و ما فقط یه گره بند کفشمون فکر کنم بلدیم. رد میکنم، کوتاه رو میکشم. کوتاه رد میکنم، بلند چیکار میکنم میکشم. این دیگه به هیچ عنوان چپ راست حرکت نمیکنه، بازم نمیشه. میخوام ببینم که کسایی که از اینجا فارغ التحصیل میشن مستقیم میرن روی شناور رو روی کشتی کار میکنن مثلا و کسایی که از دانشگاه فارغ التحصیل میشن تفاوت‌هایی دارن. خدمت شما عرض شود که ارتباط مستقیم مراکز آموزش دریانوردی با صنعت وجه تمایز آموزش‌های ما و سایر آموزشگاه است. یعنی خروجی که از آموزشگاه‌های دریانوردی داریم دقیقاً میشه ورودی صنعت حمل و نقل دریایی. راهنما میخواد به شما بگه به هیچ وجه سمت خطر نرو. میاد چی میگه nothing to port و خروجیش میشه شرایط احراز برای شرکت در آزمون شایستگی سازمان بنادر. استرس که ندارید؟ خیلی خدا رو شکر. اوکی مرسی. اینجا اتاق شبیه ساز یا سیمولیتور سازمان بنادر و دریانوردیه.
یعنی میشه گفت آخرین گلوگاه بچه‌هایی که میخوان مدرک شایستگی افسردویی بگیرن. الان نگاه این ور اومد پایین، پس باید یه مقدار برگردونی رو به عقب تا اون فشار از روش برداشته بشه. بله. خب من الان میخوام برم داخل یکی از کلاسای نقشه خونی. اینا هم جالبه، لنگر سنگیه، فکر کنم خیلی قدیمی‌ترها از این استفاده می‌کردن. خب بیایم ما بالا. حالا به اندازه سرعت شناور طبق واحدی که داریم، یعنی 12 گریه دریایی، از جایی که من الان توی کلاس آموزش نقشه خونی هم حالا یه ماجراهایی داره کلاس نقشه خونی. این نقشه ها خیلی نقشه های دقیقی، یعنی خیلی تو ابعاد خیلی دقیقی نقشه ها طراحی شده برای اینکه دوستانی که اینجا آموزش ببینن بتونن کامل هم موقعیت یابی رو یاد بگیرن، هم مسیریابی رو، همین که بتونن مسیرهای دسترسی رو اینجا آموزش ببینن برای اینکه زمانی که روی کشتی هستن و دریانوردی میکنن بدونن از چه مسیری عبور بکنن. این کلاس چیه؟ چیکار داشتیم می‌کنیم؟ من اصلا سر در نمی‌بردم. این کلاس کار با نقشه است. و ما می‌خوایم موقعیت شناور رو نقشه پیدا کنیم. اینا بچه‌هایی که اینجا الان دارن، من آروم صحبت می‌کنم که مزاحم بچه‌ها نباشن، دارن آموزش می‌بینن، قراره که در آینده فرمانده بشن. چه جالب. چرا هنوز از نقشه‌های کاغذی است؟ میدونم که نقشه‌های دیجیتال هم وجود داره. 100%. چرا هنوز از نقشه‌های اینا فقط بحث آموزشی یا نه واقعا در کشتی هم کار در کشتی؟ ببینید شما تو کارهای حرفه‌ای، درست، کار پروفشنال و حرفه‌ای همیشه چند تا سورس دارید. شما یه کامپیوتره، اگر کامپیوترتون به هر دلیلی مشکل شد، شما پیپر چارت دارید. اصلا متوجه شدین اگر کامپیوترشون مشکل شد ما باید هنوز از روش‌های کلاسیک و قدیمی‌تر استفاده کنیم. خب امروز متوجه شدم که این نقشه‌ها خیلی نقشه‌های پیچیده‌ای و خیلی دقیقه و هر هفته گویا اینا بروز میشن و اطلاعاتشون بروزتر میشه برای اینکه دقیق‌تر باشن، چون دریانوردی بسیار شغل حساسیه و پیدا کردن مسیر کار سختیه. الان این دوستان یکی از تمرینایی که استاد دارن حل میکنن. یه فیکس آبجکتی گرفتیم از یک سوژه ثابت. بله، از یک چراغ جزیره لارک یه فیکس آبجکتی گرفتیم با 2 تا سمت. الان از روز اولی که شروع کردین تا الان چند سال گذشته؟ چند سال دیگه باید بخونین تا بشین کاپیتان؟ بله، من حدوداً 13 سال هستش که وارد این شغل شدم. تا پایان سال سعی میکنم که آخرین سمت فرماندهی رو به دست بیارم. امسال ان شاءالله. بله. تقریبا 13 سال ایشون دارن هم تحصیل میکنن هم کار میکنن برای اینکه کاپیتان کشتی بشن. و کاپیتان کشتی شدن چند مرحله داره، یعنی شما هم باید در کشتی کار بکنید، موقعش درس بخونید، کار بکنید، درس بخونید، کار بکنید، درس بخونید تا یه روزی کاپیتان بشین. هم توی الکی نیست. درآمدش خب هر کی از قدیم گفتن یه ضرب المثلی میگه هر کی بامش بیش برفش بیش. بره حقوقش هم خب بیشتره. خب مهارت در فنون عرشه. اوکی استدی on 095. تمام دوستانی که توی این کلاس هستن ملوانای عرشن، یعنی قبلا در عرشه کشتی کار کردن، الان دارن این سری کلاس‌های تکمیلی رو می‌زنونن برای اینکه دوباره بتونن وارد کشتی بشن. الان من فکر می‌کنم یه تستی می‌خواد بگیره، منم سعی می‌کنم که خودم تست رو انجام بدم ببینم چقدر بلد نیستم تو این مدت چه چیزایی یاد گرفتم. بله الان ما اول می‌ذاریم رو حالت منوال یا دستی. حالت دستیه. بله الان مثلا میگیم که درسته. خب سکان شما 10 درجه بزنید سمت راست. 10 درجه میرم سمت راست. و وقتی شما 10 درجه رفتید باید اعلام کنید. فرقی نمیکنه. هر جور راحت ترین. وقتی که این انجام شد باید اطلاع بدین که من الان سکان روی 10 درجه سمت راست. 10 درجه سمت راست. بله. و تمام دستورات من الان متوجه شدم انگلیسیه. همه دستورات انگلیسی و بین المللیه. یعنی هر جای جهان شما بری همین دستوره. من تو این کلاس متوجه شدم که همه این بچه‌هایی که اینجا هستن ملوان عرشن. خب سکانگیری رو یاد گرفتن، آشنایی با علائم، چراغای کشتی و حالا کلاس‌های دیگه‌ای که دارن و باعث ارتقای سطح کاریشون در کشتی ها میشه. اینجا این چیزایی که این چراغایی که این چراغایی که الان این مثلا چراغ سبز، چراغ قرمز جهت کشتی. شما الان همین بویه که مشاهده می‌کنیم بویه شرقی، یعنی باید فقط شرق این بوی ایمن شما باید ترانه کنید. یعنی اینو من می‌بینم باید به سمت شرقش حرکت کنم. دقیقاً درسته.
دوستان قبلا ملوان عمومی بودن، الان با گذراندن این کلاس ها تبدیل میشن به ملوان تخصصی، یعنی ملوان ارشد. مثلا ایشون حالتون چطوره؟ شما قبلا چند سال رو کشتی کار کردی؟ 10 سال به عنوان ملوان عمومی کار میکردی. بچه هایی که تو حوزه دریا و دریانوردی کار میکنن دورهای مختلفی میبینن. یکیش همین کمک‌های اولیه است. ببینید کسی که در کشتی کار میکنه ممکنه هر حادثه‌ای براش پیش بیاد. وقتی که حادثه پیش بیاد تا کشتی‌های ناجی برسن و اون فرد رو به مرکز درمانی برسونن به هر حال ممکنه یک زمانی ببره. این بچه‌ها باید یه آموزشی ببینن که تو اون تایم بتونن اون مصدوم رو تیمار کنن و ازش نگهداری بکنن تا تحویل اون مرکز درمانی بدن. هوا بیرون نیاد دیگه. ما از دهان می‌خوایم تنفس کنیم، این راه می‌گیریم که اضافه هوا چون فقط بره پایین. این یک قایق نجاته. این قایق نجات در کشتی‌های بزرگ تعبیه میشه برای اینکه یه زمانی اگر حادثه‌ای برای کشتی پیش اومد خدمه یا مسافرین اون کشتی رو بخوام پیاده کنن و نجات پیدا کنن از اون حادثه که خدایی نکرده اگه بخواد اون کشتی غرق بشه، سوار این کشتی‌های نجات میشن. البته این دکوریه، این از کار افتاده کنار آموزشگاه هستش. بله خیلی هم من اینجا وایسادم فکر کنم سایزش رو متوجه بشین. با رفتن پیستون به سمت بالا اینجا کلاس‌های موتوره، یعنی بچه‌هایی که میخوان در قسمت موتور کشتی کار کنن این سری آموزش‌ها اینجا می‌بینن. الان هم یک موتور نمونه‌ای گذاشتن برای اینکه بچه‌ها بتونن باهاش کار بکنن، آموزش ببینن و تست بگیرن و بقیه مسائل. اضطراب انجام میشه در واقع تو بعضی از سیستم‌ها. شما می‌بینید تو سیستم‌های ماشین‌هاتون انژکتور نگهدارندش به بدنه ازش جدا میشه، واشرهای رابط ازش جدا میشه، میان اینجا که حالا به صورت عملی هم با قطعات آشنا میشن، اسم قطعات رو میشناسن. بچه‌هایی که میان اینجا بچه‌هایی که موتوریستن، در اصل ملوانای موتورن. دوره ها متفاوته. بعضی هستن که مثلا تازه شروع کردن و میخوان وارد کشتی بشن، بعضی هستن رو کشتی بودن میخوان ارتقا پیدا کنن. آقا این اینطوری میچرخونه چی میشه؟ در واقع با چرخوندن شما میلنگو در واقع داریم میچرخونید، یعنی در اصل کار میکنه. بله زمانی که میلنگو موتور کار میکنه این شکلی میشه. بله. این پیستوناش داره حرکت میکنه، پیستونا بالا پایین میشه. اینجا فیلر گیری میکنین دیگه، اینجا انجام تمام این جوانایی که تو این آموزشگاه‌ها درس میخونن همشون به امید اینکه یه روزی توی کارشون موفق باشن و رشد بکنن این آموزشگاه رو انتخاب کردن و کلاس‌ها رو شرکت میکنن برای اینکه توی شغلشون ارتقا پیدا بکنن. فعلا که عاشق دریا رو بیشتر دوست دارم. تقریبا بالاترین رتبهشون قرار گرفتن در جایگاه فرماندهیه، ولی خب توی بحث ملوانی شما بالاترین رتبه رو میتونید به عنوان سرملوان داشته باشین، توی بحث موتور یا انجین بالاترین رتبه رو به عنوان سرمهندس میتونید داشته باشین و همینطوری تو حوزه‌های مختلف میتونین رشد بکنین و در مقاطع مختلفی در حوزه خودتون قرار بگیرید. بهشت من همین خاکه، همین آب و همین دریا، همین عطر خوش شرجی، همین موسیقی موجاست، همین آینه آبی که رنگ زندگی داره، که شکل ساده عشقه که از عطر تو سرشاره. به دریا میزنم هر بار برای عشق و آرامش، برای خاطر اون که به قدر دنیا میخوامش. چراغی نیست جز یادت تو این موجای سرگردون، مثل فانوس دریایی منو تا خونه برگردون. به دریا میزنم هر بار برای عشق و آرامش، برای خاطر اون که به قدر دنیا میخوامش. چراغی نیست جز یادت تو این موجای سرگردون، مثل فانوس دریایی منو تا خونه برگردون.